بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. بینندگان عزیز و گرامی، البته در قسمت گذشته برنامه گناهان کبیره در مورد ظلم صحبت کردیم و فراموش نکرده باشید روایت مفلس را خدمتتان عرض کردم که مفلس کسی است که با کوههای از نیکی ها می آید، نماز خوانده، روزه گرفته، حج کرده، زکات داده، صدقات داده، اما کسی را دشنام داده، کسی را لط کرده، زده، کسی را کشته، مال کسی را گرفته، کسی را به عزت و به آبرو کرده، در روز قیامت از نیکی های این انسان، از همان نماز و روزه و زکاتی که انجام داده بود گرفته می شود و آن مظلومین داده می شود. حق آنها باز هم پوره نشد، از گناه های آنها گرفته می شود، بر سر این انسان انداخته می شود تا اینکه این زیر بار گناه به جهنم انداخته می شود. از بعض از سلف نقل می شود که می گویند هیچ وقت به فقیر ظلم نکنید. بدون شک ظلم به هر کس سخت است، در حق هر کسی که ما ظلم کنیم سخت است، اما به یک فقیر ناتوان بیچاره ظلم کردن این خیلی سخت تر است. ظلم بر فقیر و به ضعیف خیلی سخت است. از جابر رضی الله عنه روایت هست، میگوید وقتی که مهاجرین حبشه، مهاجرین مسلمان که از مکه مکرمه اولا به حبشه هجرت کرده بودند، مهاجرین حبشه وقتی که در سال فتح مکه برگشتند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از این مهاجرین پرسان کرد، گفت الا تخبرونی باعجب ما رأیتم بارض الحبشه؟ ای یاران من که شما به حبشه هجرت کرده بودید، عجیب ترین چیزی که شما در آنجا دیدید برایم حکایت نمی کنید؟ عادت ماست، انسان ها فطری است، وقتی یک کسی به یک جای سفر کند بعد از یک مدتی از آنجا بیاید، ما هم میخوایم از او بدانیم چیزهای عجیبی را که در آنجا مشاهده کرده، دیده، شنیده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از اینها پرسان کرد که عجیب ترین چیزی، جالب ترین چیزی که شما توجه شما را جلب کرده باشد در حبشه چی بود؟ گروهی از جوانان این مهاجرین حکایت کردند، گفتند ای رسول الله، بله، ما روزی در یک جای نشسته بودیم در حبشه، از نزد ما یک پیرزن میگذشت که روی سرش در یک ظرف آب گذاشته بود، ظرفایی که از گل ساخته می شوند مثل خم یا چیز دیگری. آب داشت روی سرش. این پیرزن از نزد ما میگذشت. این از اینجا گذشت، یک جوان دنبال این پیرزن رفت و با یک دستش به شانه این پیرزن زد، با یک دستش به پشت این پیرزن زد و این ظرف آب از روی سرش پایین افتید و شکست و آبش هم ریخت. این پیرزن وقتی که از جایش بلند شد گفت سوف تعلم یا غادر اذا وضع الله الكرسي وجمع الله الاولین والآخرین وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون. گفت ای خائن،
این پیرزن به او جوان میگه ای خائن، ای ظالم، یقینا روزی که الله متعال کرسیش را میگذارد، اولین و آخرین را جمع میکند، یعنی در روز قیامت، و در آن روز دستها و پاها به آنچه که کردن شهادت و گواهی میدهند، هر کاری را که انجام دادن. سوف تعلم من امری و امرک عنده غدا، بزودی تو معامله من و خودت را، این ظلمی که تو در حق من کردی، این را فردای قیامت ضرور میبینی و میچشی. این داستان اولا ظلم آن جوان و سپس ایمان این پیرزن به روز قیامت و حساب و کتاب، این که انتقام مظلومین را الله متعال از ظالمین در آن روز میگیرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این داستان را شنید و فرمود صدقت، اون پیرزن راست گفته است. سپس فرمودن کیف یقدس الله قوما لا یؤخذ من شدیدهم لضعیفهم. این درس بود برای اصحاب رسول الله و برای امتیانش. اولا حرف آن پیرزن را تصدیق کرد که بله، او ظالم در روز قیامت به جزای اعمال خود میرسد، دست او شهادت میدهد، پای او بر این ظلم و گناهی کرده شهادت و گواهی میدهد. سپس فرمودن الله متعال چگونه قومی را پاک میسازد در حالی که در آن قوم حق ضعیف، حق مظلوم از ظالم گرفته نمی شود. یعنی ای امتیان من، شما هم اگر میخواهید بندگان پاک الله باشید، پس حق مظلوم را از ظالم بگیرید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در روایت دیگر میفرمایند که 5 گروه کسانی هستند که الله متعال بر آنها غضب کرده است. اگر خواسته باشد در همین دنیا آنها را عذاب میدهد و اگر خواست آنها را مهلت میدهد و در قیامت عذاب میدهد. این 5 گروه چند تا اینها ارتباط با ظلم میگیرد. اول امیر قوم یأخذ حقه من رعیته. امیر قوم، رئیس دولت، پادشاه حق خود را از مردم کامل میگیرد، اما حق مردم را نمیدهد. الله بر این غضب کرده است. اگر خواسته باشد این را در همین دنیا عذاب میدهد و اگر خواسته باشد در قیامت. دوم و زعیم قوم یطیعونه. بزرگ یک قبیله، بزرگ یک خانواده، بزرگ یک قوم، رئیس قبیله که اهل این قبیله و اهل این منطقه حرف او را میشنوند، اما این انسان در مابین قوی و ضعیف مساوات نمی کند، ظلم می کند. باید مساوات داشته باشد بین قوی و ضعیف، اما این انسان چنین نمی کند. قوی را احترام می کند، بالا می نشاند، با او چیزی می دهد. ضعیف را نه تنها چیزی نمی دهد، بر او ظلم هم می کند. این انسان را هم الله متعال اگر خواسته باشد در این دنیا عذاب می دهد، نخواسته باشد در دنیا. سوم مردی است که لا یأمر اهله و ولده بطاعت الله. خانواده خود را، فرزندان خود را، فامیل خود را به اطاعت و فرمانبرداری الله امر نمی کند. چهارم مردی است که مزدور میگیرد به خاطر کارش، از آنها کارش را کامل میگیرد، اما وقت دادن حق آنها را کامل نمیدهد یا بر وقت نمیدهد. پنجم مردی است که برای خانم که ازدواج میکنه برای او مهر تعیین میکند، سپس مهر او را نمیدهد و میخورد، حق او را میخورد. این ظالم را هم الله متعال بر اینها غضب کرده است.
اگر خواسته باشد در همین دنیا عذاب میدهد و اگر خواسته باشد در آن دنیا. از عبدالله ابن سلام نقل می شود که میگوید الله متعال وقتی که کائنات را خلق کرد، مخلوقات را خلق کرد، اینها روی پای ایستادند، سرشان را به سوی آسمان بلند کردند این مخلوقات و گفتند یا رب مع من انت، ای پروردگار ما را که پیدا کردی حالا تو با کی هستی؟ با کدام ما هستی؟ الله متعال در پاسخ مخلوقات خود گفت مع المظلوم حتی یؤدى الیه حقه، من همراه مظلوم هستم تا اینکه حق او پورا داده شود. اینجا داستان یکی از ظالمین را خدمتتان عرض می کنم. وهب بن منبه حکایت می کند یک ظالم از ظالمان، یک ستمگر از ستمگران ببخشید، برای خود قصر می سازد، قصر بزرگ می سازد. روزی یک خانم پیرزن ضعیف می آید، جایی ندارد، خانه ندارد. در پهلوی قصر این حاکم و این پادشاه برای خود یک خانه همینطور مثل کپی می سازد. شاید مثل همین کسانی که در ایران خانه های کارتنی ساختن، از کارتن به خود پناهگاه و خانه ساختن، همینطور یک چیزه که برای خود در پهلوی قصر پادشاه این پیرزن می سازد. پادشاه روزی در اطراف این قصر خود میگشت و چکر میزد، سیاحت میکرد. این پیرزن بیرون رفته بود به خاطر یک حاجتش. پادشاه وقتی که میگشت ناگهان نظرش به این خانه پیرزن خورد که در پهلوی قصر او زینت و زیبایی قصر او را کم کرده است. پرسان کرد که این خانه کی است؟ این را کی ساخته اینجا؟ گفتن از یک پیرزنی است. امر کرد نفرارش را که بردارید خانه این پیرزن را از اینجا از بین ببرید. افراد این پادشاه ظالم خانه این پیرزن را، شاید خانه مثل این خانه های کارتنی که در ایران فقیر و مستمندان ساخته بود، به همین شکل افراد پادشاه خانه او را از بین بردند. وقتی که شام پیرزن به خانهش برگشت، دید چیزی از خانهش خبری نیست. پرسان کرد که این خانه من چی شد؟ کجا شد؟ برش گفتن که خانه تو را پادشاه خراب کرد. الله اکبر. پیرزن سرش را به سوی آسمان بلند کرد، گفت یا ربی، این خیلی تکان دهنده است، گفت یا ربی اذا لم اکن انا حاضرة فاین کنت انت، ای پروردگار من، اگر من به خاطر قضای حاجتم و نیازمندیم از خانه‌ام بیرون شده بودم، نتونستم از خانه‌ام حفاظت بکنم چون بیرون بودم، تو کجا بودی ای رب من؟ ای پروردگار من، اگر من به خاطر انجام دادن کار ضرورتی از خانه‌ام بیرون شده بودم، تو کجا بودی که خانه من را این پادشاه خراب کرده؟ الله اکبر. قبلا روایت را خوانده بودم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به معاذ گفته بود اتق دعوت المظلوم فانه لیس بینها و بین الله حجاب. معاذ به یمن میری، متوجه باش، از دعای مظلوم بترس، چون در میان دعای مظلوم و الله هیچ پرده‌ای نیست. و مجرده که از زبان این مظلوم آهی بیرون می شود، درد بیرون می شود، این را الله متعال می شنود. این پیرزن گفت یا ربی اذا لم اکن انا حاضره فاین کنت انت، اگر من در خانه نبودم
تو کجا بودی ای پروردگار من که این پادشاه آمد و خانه من را از بین برد؟ وهب بن منبه میگوید که اینجا الله متعال به جبرئیل امر کرد، فامر الله جبرئیل، الله به جبرئیل دستور داد که فوراً الان بروید و قصر پادشاه را بر روی دیگر گردانید. ملائکه های الهی آمدند و قصر پادشاه را برداشتند و به روی دیگر انداختند. خالد بن برمک روزی از نزدیکان خلافت عباسیه بود. این برمکه ها از نزدیکان خلیفه بودند، به منصب های وزارت و اینها رسیده بودند، اما تقلب احوال اینها را به روزی رساند روزی اینها زندانی شدند. خالد بن برمک همراه فرزندش در زندان است. اینجا پسرش گفت یا ابتی بعد العز صرنا فی القید والحبس. ما چه عزتی داشتیم، ما وزیر و وزیرزاده ها بودیم، ما بعد از عزت و مقام و منزلتی که داشتیم به زندان افتیدیم. پدرش گفت پسرم، واقعا وقتی که ما وزیر بودیم از دعای مظلوم غافل شدیم، در حق کسی ظلم کردیم، دعایی که بر حق ما کرده بود ما نشنیدیم، از دعای مظلوم غافل شدیم، اما الله از دعای مظلوم غافل نشد و ما را از آن عزت و از آن منزلت و از آن کرامت به اینجا و به این حالت انداخته است. از جمله ظلم ها البته این نیز هست که قبلا در موردش قسمت صحبت کردیم، خوردن مال یتیم، خوردن مال مردم، و همچنان از جمله ظلم این است که کسی بالایت حق دارد تو تال متول میکنی، یا به قرض گرفتی یا به هر شکلی از کسی پول میگیری، چیزی میگیری، حالا داری توانایی داری باید بر وقت و فوراً ادا بکنی. خیلی ها اینطور عادت دارن، وقتی از کسی قرض میگیرن چیزی میگیرن، خب فردا او بیچاره هم یا نیاز دارد یا بدون نیاز، چون حقش است میآید طلبگار میشود، این طرف فردا میدهم، خب یک هفته بعد، خب آخر ماه، اول ماه. این یعنی چی؟ اگر نداشت که معذور است، اما اگر داشت و اکثرا دارند و تال متول میکنند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که مطل الغنی ظلم، مطل الغنی ظلم، کسی که توانایی دارد حق طرف را باید بر وقت بدهد. اگر تال متول میکند در حالی که دارد نزدش هست، این ظلم کرده است. و همچنان از جمله ظلم این است که انسان کسی را مزدور بگیرد و از او درست کار بگیرد، اما وقتی که دادن حق او میآید باز یا تأخیر میکنه نمیته، یا هم میته کم میته. این از بزرگترین از ظلم هایی است. و همچنین از ظلم این است که انسان با ظالمین همکار باشد. پادشاهی است، رهبری است، رئیس جمهوری است، رژیم ظالمی هست، اگر مردم یا هر کسی که با ظالمین همکاری میکنن یا در مقابل ظلم آنها سکوت میکنن، اینها هم در حقیقت مرتکب ظلم شدن. داستانی است بعضی بزرگان حکایت میکنن، میگوید در خواب یکی از خادمین ظالمین را دیدم. خادم یکی از پادشاهان ظالم را در خواب دیدم. حالتش، البته او بعد از وفاتش این خواب میبینم، حالتش خیلی وخیم و خیلی زشت بود. پرسیدم در چه حال هستی؟ خادم آن پادشاه ظالم گفت میگه که در بدترین حالت هستم. گفتم میگه کجا رفتی؟ گفت میگه به عذاب الله رفتم.
چرا؟ چون او خادم ظالم بوده، حتما در روزی به ظلم او کمک کرده. گفتم میگه که حال پادشاه ظالم چطور است؟ گفت میگه که اونا که حالتشان بدتر از من است. آیا نشنوید قول الله را که میگوید و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون؟ آیا ظالمین و ظلم کنندگان و ستمگران متوجه نشدند که آنها به زودی میدانند که برگشت آنها به کجاست و چطور است؟ یک داستان دیگر را خدمتتان عرض میکنم و برنامه را به پایان میرسانم. حکایت چنین است، میگویند یک مرد که دستش از شانه، از کتف، از شانه قطع بود. مردی را دیدم دستاش از شانه یک دستش قطع شده و در میان مردم صدا میزنه، میگه کسی که حالت من را میبیند باید ظلم نکند. من رآنی فلا یظلمن احد. این بزرگ میگوید که شنیدم این کسی که دستش از شانه قطع بود صدا میزد کسی که مرا میبیند هرگز ظلم نکند. این بزرگ میگوید که من رفتم نزد این تا ماجرا را بدانم که قضیه از چه قرار است. میگه رفتم نزد این کسی که دستش از شانه قطع بود. گفتم میگه که ای برادر قصه تو چی هست؟ میشه به من بگویی؟ گفت میگه قصه ما قصه دردناک است. فقط مرا ببین و پند بگیر که ظلم نکنی هیچ وقت. گفتم میگه قصه کو چه گپ است؟ گفت میگه من به امیر منطقه و پادشاه منطقه کار میکردم، خادمش بودم. روزی بیرون شدم دیدم یک صیاد، یک شکاری ماهی را شکار کرده و میره و به سوی خانه و خانوادش. به این شکارچی و به این صیاد گفتم میگه که این ماهی را بده به من که من میبرم به پادشاه. گفت میگه که نه خیر، من دیگه چیزی ندارم، عیاشه و خوراکه و غذای خانواده من همیست. اگر تو میخوای پول بدی ایرا بگی، من در بدل پول برای خانواده هم چیزی میگیرم، در بدل پول میتون. گفتم میگه که نه خیر، من به زور میگیرم. ماهی رو از پیش این صیاد به زور گرفتم و طرف خانه حرکت کردم. امی کسی که دستش قطع است این حکایت میکنه. در مسیر راه میرفتم، میگم ماهی این انگشت من را گزید، یک دندان گرفت، گزید از این انگشتم. میگه وقتی که خانه رفتم خب قضیه ماهی تمام شد و این انگشت من دردش کم نشد، درد میکرد در روز. رفتم نزد طبیب گفت میگه که این انگشت تو از بین رفته، اگر این رو از اینجا قطع نکنیم این درد بالا میره و پسان مجبور میشه کل دست را قطع کنیم. گفتم میگه خب درست است، قطع کنید. انگشت رو از اینجا قطع کردن. میگه 1-2 روز بعد دیدم که درد بالاتر رفت، این جای دست را درد گرفت کامل. باز نزد طبیب رفتم، طبیب دید گفت میگه که حالا مجبوریم از اینجا قطع کنیم ورنه این درد بالا می رود. گفتم میگه خب درست است، قطع کنید. از اینجا قطع کردن. سپس بعد از چند روز این درد بالاتر رفت. باز رفتم نزد طبیب گفت میگه حالا این درد به این منطقه سرایت کرده، ما باید از آرنج دست را قطع کنیم ورنه این بالا می رود. گفتم میگه خوب است، دست را از آرنج قطع کردن. بعد از این از بالا درد شروع شد. باز نزد طبیب رفتم، طبیب گفت میگه که حالا درد به اینجا رسیده، باید از شانه قطع کنیم.
اگر از شانه قطع نکنیم مجبوریم که بعداً کل جسدت را از بین ببریم، چون این درد دارد بالا می رود. میگه خوب است از اینجا قطع کنید. از اینجا قطع کردن. بعضی مردم ها از من پرسان کردن میگه که درد از کجا شروع شد؟ آغازی تکلیف از چیست؟ اون را باید پیدا بکنی. میگه یادم آمد که اما ماهی که دست مرا گزیده بود، قضیه و قصه از امو داستان ماهی و شکاری شروع شده. میگه برای من گفتن که اگر اون نفر مظلوم را که تو حقش را گرفتی، اگر رفته او را پیدا نکنی، این درد به کل جسد تو سرایت میکنه و تو را از بین میبره. میگه دنبال صیاد برآمدم. بعد از اینکه دستش از شانه قطع شد، رفت صیاد را گیر کرد. میگه پیش پایش افتادم، گریان کردم. گفت میگه که چی گپ است؟ گفتم میگه که من همون کسی هستم که ماهی را از تو به زور گرفته بودم و ماهی انگشت مرا گزید. این درد این گونه تا اینجا رسیده، مرا ببخش. میگه بالاخره او صیاد مرا بخشید، از او حلالی گرفتم، خود را حلال کردم، از او بخشش او را گرفتم. این درد همینجا متوقف شد و گم شد. حالا به کل جسمم این درد سرایت نکرد. هر کسی که مرا میبیند به حق کسی ظلم نکند. حالا در قریه ها در شهرها میگشت، صدا میزد که هر کسی حالت مرا میبیند در حق کسی ظلم نکند. باید هر کدام من و شما از این داستان ها عبرت بگیریم، هیچ وقت در حق هیچ کسی ظلم نکنیم، که ظلم در روز قیامت تاریکی ها و عذاب های گوناگون را سر راه ما قرار میدهد. الله اگر از ما در حق کسی ظلم شده توفیق بدهد که بریم از او خود را حلال بکنیم و خلاص بکنیم، بخشش او را بگیریم. اگر تا امروز در حق کسی ظلم نکردیم، بعد از این کوشش بکنیم که در حق کسی ظلم نکنیم. ظلم گناه بزرگی است، گناه خطرناکی است. الله همه من و شما را از ظلم کردن بر دیگران محفوظ نگه دارد. دست ما را از ظلم، زبان ما را از ظلم حفاظت نماید. تا قسمت بعدی که با گناه بزرگ دیگری خدمتتان برمیگردم، همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.